یالا این است بریم مسیر خانهش هست دیگه میتونیم برین و نواز سازش هم ببینین با خودش با کلام شوین و هموطن ما یک شرایط خیلی بحرانی زندگی دارن. یالا سلام علیکم. خوب هستی خواهر خان؟ شما خوب است؟ عافیت دارین؟ چطور است اولادکایت خوب است؟ اینا همشهری ها وطندارای عزیز، اینی شرایط زندگی از هم وطندار ما هست که در این سردی زمستان در این هوای یخ نه چری دارن نه بود یک امکانات دارن که زندگی واقعا یک زندگی خوب و مناسب داشته باشن و تفلکای خوردم دارن. یعنی اینجا همشهره شما میشه بگوین که چند دانه طفل دارین؟ دو طفل دارین؟ خیلی خوب. و شوهرتان در کجاست؟ شوهرتان چی کار میکنه؟ روزانه چقدر عاید داره که آیا واسه توانتان همی زندگی تان پیش برده میشه توسط از اون نمیشه؟ چه رقم است؟ میشه برای ما معلومات بده؟ میشه 100 و 50 میشه نورمال میارم. کاربار صحیح نیست، وضعیت ما خراب است. خب دیگر کدام عاید کدام کسی دیگه بر شما کمک کرده تا امروز نکرده؟ کدام عاید دیگه دارین ندارین؟ هیچ نکرده. ما میخوایم یک کمک کنه. از مردم چی تقاضا دارین؟ از کسایی که میخواین واقعا صادقانه به می وطندارای ما، با کسایی که مستحق هستن، با کسایی که نیازمند هستن کمک کنن، چی خواستای دارین خواهر خان؟ این کمک کنم یک چیز خوردن نیست دیگه نیست. کار شوهر مشکل شونی میکنه. جنجال زیافت لالای مشکلات داریم. چیز نشاندیم بخیری هم نیست دیگه هم نیست. زمستان چطور سپری کردین با این تفلک ها؟ تیر شدیم بشکر او جوش میکنیم بزیر پاییم میموندیم لالای تا آخر زمستان خب باز در خانه از کی است؟ چه رقم زندگی میکنین؟ این خانه را برای شما کرایی استین؟ کسی براتان داده؟ چه رقم است خانه؟ مردم است 6 کرام میدید. 2000 کرام میتین؟ خیلی خوب. دیگه جمسایه هم دارین طبعا امرایتان؟ بله داریم همسایه ما از میان است خانش. این فقط شما اینم یک اتاق به خود گرفتین؟ اینم یک اتاق کرام میتین؟ یک اتاق است. خیلی خوب. اتاق دیگه هم مربوط از یا میشه؟ باشه خواهر خان، من از دوستا تقاضا میکنم هر چیز از واسطوانشان باشه، هر امکانات داشته باشن امرای شما کمک کنن. واقعا از فامیلایی که نیازمند هستن و از دید مردم پنهان است، کسی آگاهی نداره، کسی خبر نداره ازشان. انشالله چیزی که از واسه توان ما باشه ما هم براتون کمک میکنیم. همشهره خندال شما تلفن چیزی یک آدرس مشخصی که مثلا یک کس برای شما اگر بخواه کمک کنه یک شماره تلفن برای ما بتین یا داشته باشین خودت شوهرت که اونمو را ما اینجا پخش میکنیم. درست است، ما اونم شماره شما را میگیرم، اونا با دوستا و اشتراک میذارم. هر کسی که خواست کمک کرد اونا باز ما میایم اینجا امرای شوهرتان هم صحبت میکنم، شوهرتان هم میبینم. هر کسی که بر شما کمک داشت، اینی هم دوستا، اینی شرایط زندگی از این وطن ما است که در این یک اتاقک زندگی میکنه و اینی مشکلات و تفلک های خوردم دارن و این یک اتاقک دیگه هم هست که اینا بعض وسایل و چیزای اضافی خودم ماندن در اینجا و یعنی که یک حالت مشکلات زیاد زندگی خود به سر میبرن و زندگی کده رایستن. همه تقاضایم از دوستای نمی است که هر کسی هر واسه توانی که داره میتونه به این وطن ما کمک کنه، لطف مهربانی کده کمک کنه. ما آدرس خودشانم شماره تلفنشان هم در این ویدیو درج میکنم و اون دوستایی که میخواست کمک کنه کمک کنن و از طریق ما هم اگر خواستن کمک کنن ما هم در خدمتشان هستیم.